الله رب العالمین در حدیث قدسی میگه قسم به عظمت و جلالم، اگر این یعنی دنیا با تمام قیمتی هاش در نزد من به اندازه یک پری پشه یا خس اگر ارزش میداشت، والله که این من به دشمن ها من نمیدادم. اما این ارزش نداره، چون که دون است، ناچیز است. دنیا از کلمه دون گرفته است به معنای ناچیز، چیزی بی ارزش، آخر فنا میشه و نابود میشه. ای انسان چی چیز فریب داد که همون پروردگاری که کریم است، کریم به معنای بخشنده، برای تو تمام خوبیش بخشیده است. از یاد همون خدای نیکوکارت وفادارت همیشه در حق تو نیکی و نعمت بخشیده است. بارها میشه تو با او قهر میکنی، از او رو میگردانی، گناه میکنی، اما ریزش از تو قطع نمیکنه. ریز داده است، نفس در استفاده تو داده است، ملکش از زمینش در اختیار داده است. چی چیز فریبت کرده است که همون خدا را نافرمان برداری؟